یک کمریگه که شیعه پیدا شده، کمریگه که شیعه یا هم گفته از یک ملای پنشری است، یا هم اخلاق مراعات نکرده سو ادب نداره. شیعه جون با تو چی بگویم؟ با تو همه میگویم اگر تو عقل میداشتی، عقل حسین رضی الله تعالی عنه را پرستش نمیکردی به جای خدا. مولوی یحیی عنابی بار دیگر سخنرانی تندی را بر علیه تمام فعالین مدنی و همچنین علمای دین که در روزهای اخیر واکنش‌هایی را بر علیه سخنرانی گذشته او داشتند را دوباره به نشر رسانده. مولوی یحیی عنابی مخصوصاً مشکور کابلی رهبر ارشد جبهه مقاومت ملی را که در عاشورا و مراسم محرم بر علیه یحیی عنابی صحبت کرده بود را به باد تمسخر و مضحکه گرفته. همچنین او در این سخنرانی خود تمام فعالین مدنی و همچنین شهروندان افغانستان که در آرزوی برگشت دوباره نیروهای ناتو و آمریکا هستند را نیز تمسخر کرده و گفته که شما مگر در خواب ببینید که آنها دیگه دوباره به افغانستان برگردند. سخنان مولوی یحیی عنابی را با همدیگه میشنویم. برادرای محترم، باطل در شکل خبرنگار، در شکل تحلیلگر ظاهر میشه. میفهمید؟ او جوانای مسلمان، او مردم مسلمان، با خدایی که خالق ما و شما را از ما قسم میخورم، این تبلیغ اومد و این دوش کردن شما در قصر سفید امریکا این تازین خود انداخته. چه قید گران است. الله میفرماید کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه. سخت است در بالای کافر چیزی ده که او دین ایمانی که تو واره به این طرف طلب میکنی. میگه در پای صحبتای میمولا چرا اینقدر مردم میشینه؟ این خلاشو یک کمریگه که شیعه پیدا شده، کمریگه که شیعه یا هم گفته از یک ملای پنشری است، یا هم اخلاق مراعات نکرده سو ادب نداره. شیعه جون با تو چی بگویم؟ با تو همه میگویم اگر تو عقل میداشتی، عقل حسین رضی الله تعالی عنه را پرستش نمیکردی به جای خدا. اگر تو عقل میداشتی سیغه نمیکردی. اگر تو عقل میداشتی ماتم نمیکردی. ماتم خدا در خونتون تا به قیامت مونه. برو مذاکری حسین رضی الله تعالی عنه را بچوش ابوه. با تو همه قبست تو را به اینجا پاچی کم شوشیه. بچای جوان روشن فکرها، دین خداست. ای در برابر خود معارض نداره، در برابر خود مقابل نداره، در برابر خود رقیب نداره که ما در بینش اتحاد بیاریم. این رقیب نداره. رقیب هر زمان خرموره را با در برابر میکنی. قانون چرا میگه؟ قانونی رو میگه که چند روشن فکر رو نوشته میکنه، با این رو پیش میکنه با پارلمان همون مردم هایی هست که با پیسه و با رشوت و با فساد و بد اخلاقی خود رسوندن در پارلمان، با وقت تصویبش میکنن. این قانونه. آیا این قانون با قانون خدا و قال الله و قال رسول برابر شده میتونه؟ هرگز نمیشه. برادرای محترم، من چه قسم مکسش کنم؟ چه رقم مکسش کنم؟ میگه فیصدی بگی. فیصدی چه رقم فیصدی؟ چند فیصد از اسلام، چند فیصد از دموکراسی؟ این خوب آمو فکر کردی که امو سیاهی در مزاق است، در انگشت نیست. سیاهی زاغ است، در بدن لباسی جوان نیست. غلط کردی. دو حکم شرعی، حکم منصوصی خدا و رسولش قصدن یلا بدی کافر میشه. قصدن یلا بدی کافر میشه. بس خطا خیر. این خونه میشه که ما یلا بدیم. ما دین از ما نیست قدید معامله کنم. که بودم قدید کافر شده بیعقل شده. این دین اگه از ما میبون امرا جرمت میکنم. روشن فکر که حال خو میکنه کله خدا میمونه. کله خدا در خو میبینه که ناتو پس آمده است. با که میخیزه سعی میکنه مردم های ریشدار و سالدار اینجا هست. انتظار میکشه که ناتو کی بیا. میگه اگر روز شما ماهی مولا را چنین و چنون میکنیم، در وقتش نتونستی حال خواهو هم چیزو. ما وزی وطن هستیم. الحمدلله رجال مومن در اینجا وجود داره.
که پوستکت بکشه. سابق قصه میکنن اینجا یک بابا بوده است، حال نواسایش از نصیر بابا. نصیر بابا میگه تا میورد تا با بزای خود کاهش زمستان بود، کاهش خلاص شده بود، شخ میگه با میگه با بزا بخوره امیره بخوره دیگه انتظار بکشه که چای لغمان میاید. حال بیادر انتظار میکشه، روشنفکر انتظار میکشه که ناتو میاید ناتو انتظار بکش که ناتو میاید. انسان روشنفکر، انسان مسلمان عقیده چیست که در 100 سال آینده شرق و غرب، کفار شرق و غرب دویم بار در افغانستان پای اسکرش نمیاید. اگر ما مرده بودم بابای در سر قبر ما یک چند خیز بزنیم. این کافر چی گفته بیاید؟ کافر برای چی میرزمه؟ ما میرزمم، رزمیدیم میرزمم، به خاطر جنت میرزمم، به خاطر رضای خدا میرزمم، به خاطر قبرم میرزمم، به خاطر سعادت آخرت خود میرزمم. کافر برای چی زحمت بکشه؟ روشن فکرها بیچارات تربیه شدین در کجا تربیه شدین؟ در خانواده غیر علمی، تلویزیون دیدین، تیوی را دیدین، در پای صحبت های علما نشستین تو بفهمن که اسلام چیست. برادران به صورت ملا ظاهر میشه. ملا صاحب هم رئیس بود حکومت جمهوریت، رئیس بود. فعلا خصوصیتی حکومتی است که کسی در حکومت سابق بوده باشه او وظیفه نمیده. ملا صاحب رنگ میبره. یک مجتک داشت در گولایی خیر خونه او هم بیچاره از پیشی گرفتن. برو گو ملا برو گم شو، مدافع حقوق زنان نبودی؟ علاج منصور یک آدم بود. وقتی تیره به دار میزدن هر کس میرفت یک سنگ میزدش. یک مریدش هم یک سنگ زد. گفت ای خدا خرابت کنه. زدن دیگار خوبه نمی زدن مریدم تو مریدم بودی. بسیار اوگارم کردی. شاگردای من این قریه هستن. به نام ملا ریش خود تراشید است. نکتایی دتنش است درشید کنش مدیر حقوق جوداری داشته که یا میگه که نمیگه باید نمی ملا مخالف از اصول شریعت نمیفهمم. از ما یاد کردی، ما خوبتی تو نگفته بودم بابا نکوی تو نی که استاذ خدا جور میکنی. این